دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 17 آگوست سال 2026 میباشد. قرار داریم در باغ ما دهه چهارباغ ورزاب از نزد نوک سانتا ماریا گذشته ایستادگی بودم که دیدم که این پر بود. این یک 4 دانه مونده است. گفتم بیا یک نوار کرده به شما نشون دهم که همش با یغما رفته است. یغما رفته است. ده خلاصه گپ ما یک بسم الله الرحمن الرحیم چینما انا این ببینید این نوک بزرگگذار میشه باشد. همین سال از پنجکن یک از مرا 500 دانه از کس کرد. من آوردم پولش نداده بود. بعد نمیدونم چی فکر کرده گوریخت دیگه تلفن جواب نداد. حاضر فکر میکنه که پشیمان شده است. این خیلی نوک رو باخت کنید اگر سویو پول میشه. این نوک آخه قدرش ببینید چند قدره. همین نوک یک 5 کیلو بسته بود. این نوک کلی کلان شود اگر 50 و 100 کیلو میبندد. این همین قد پستک 5 کیلو بسته بود. این اینجا ببینید چه میبندد این ببینید. اولین 8 بود. من هم پر بود. همینجا دوستان عزیز با کدام معقول باشد همین نوک با ما این سال خدا خواهد کوفته شده ایم از ایران بوم بیاریم. اگر که یافتیم بوم بیاریم هرچند که در خواهش قیمت شده است حرکت میکنیم بیاریم. در پناه خدا باشد با کدام معقولش باشد یک لایک موند. این نوکی با مزه هم هست. خیلی که در پیش ما اشکام سر شد دیگه از میوه خوری افتش دیده دونید که این بزرگ است با مزه است. در پناه خدا باشید.